این تمرین رو ببینید. تمرین چکی زدن برای آموزش کتف دادن توی ضربه سکه مواشی. ضربات دست مستقیم میره. دستای سکه مواشی باید کتف زودتر از دست بیاد جلو. برای همین معمولا توی چکی زدن مردم عادت دارن که زودتر کتف بدن، زودتر بدنشون میچرخه. سبب میشه که آروم آروم توی ضربه سیکن هم عادت بکنن که کتف زودتر بدن. حالا یه تمرین دیگه هم هست برای ضربه سیکه مواشی که کامل از بغل وای میسیم، یعنی کیسه به جای اینکه مستقیم وایسیم و به بغل بزنیم، به بغل وای میسیم و از اینجا چرخش بدن و ضربه دست دورانی دست مواشی و اصابت ضربه. دقت کنید که تو ضربه سیکه مواشی دستتون به این حالت نخوره. دستتون حتما به این حالت نخوره. یعنی دستو که میزنی حتما این باید باشه و اصابت سیکه، نه این دوتا انگشت بغل. این دست اگه از پهلو بخوره خیلی غلطه. الان اگه حریف روبروی من باشه، من نباید اینجا وایسم دستمو باز بکنم. باید یه گام رو به جلو بردارم و دست سیکه مواشیمو به این حالت بزنم. یعنی اینقدر باز میشه. اگه دستم زیاد باز بشه سبب میشه که شست من اصابت بکنه، بغل شست من و همش آسیبه. اما اگه اینقدر باز بشه قشنگ آرنج حریف رو رد میکنه و میخوره روی دنده حریف. توی این ضربه اگر آرنج من خیلی بیاد بالا که ضربه سیکه مواشی بزنم، قدرتگیری از بدن اتفاق نمیفته. برای همین تا جای ممکن آرنج من باید پایین باشه، یعنی تو 45 رو به جلو باشه. اگه آرنج من بیاد بالا برای ضربات سیکن توی سرشونه مناسبه، ولی سیکن توی دنده حریف بهتر اینه آرنج من پایین باشه. قبل از اینکه دستم حرکت کنه یک موجی از کتف من شروع میشه، یعنی کتف من زودتر میاد جلو. باید با کتفم بتونم ضربه بزنم، ولی چون فاصله داره کتفم نمیخوره. بعد از کتفی که اومده جلو این دست من ناشی میشه. اگر شما کتف ندی تو ضربه، یه ضربه واقعا به درد نخوری. چرا؟ چون شما داری، من مستقیمم، خب میخوام یه نیروی از این ور وارد کنم. چجوری میتونم از این ور یه نیروی وارد کنم؟ خیلی سخته. تو نگاه از این زاویه خیلی سخته که میخوام یه نیروی از این ور وارد کنم. ولی وقتی گریز از مرکز رو استفاده میکنی، دستتو از این ور دوران میدی، میتونی یه قدرت بیشتر از ضربه دست مستقیم وارد کنی. این دست مستقیمه، این دست دورانی.